من سعیده و گنیسو از دوره جنگ شهروندی خاطره های تلخ در زندگی من نقش بسته است. من از سالهای جنگ شهروندی شوهر خود سرابان خانه را از دست دادم، چون که وی کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه در جماعت لنگرشاه همچون ناظر منطقوی کار و فعالیت میکرد. من طفلکی نوزاد نشانه حاکم را به دنیا آوردم. معلوم شد که شوهر من از دست نهضت اسلام به قتل رسانده شده است که راهبر گروه آنها با تخلص شیخ ابراهیم یاریبک می باشد. گرچند که ما امروز به این روزهای نیک رسیدیم، لیکن اون خاطره تلخ، اون روزی مدهشی که سرابان خانه را با آغشته خون به خانه آوردند، این نقش تا روزی که ما در قید حیات هستیم این از تاریخ ما دور نمی شود.